برای یک بارم که شده زرشک برو با مرغ رو این مدلی درست کن. مطمئنم از خوردنش سیر نمیشی. میشه راحت ترین و خوشمزه ترین خورشتی که تا حالا خوردی. در عرض 20 دقیقه آماده میشه، مخصوص روزایی که دنبال غذاهای فوری میگردی. برای درست کردنش پیاز خلالی خورد کن و داخل روغن بریز تا سرخ بشه. بعد بهش فلفل لرمه خرد شده اضافه کن و تفتشون بده. حالا سینه های مرغی که مکعبی خورد کردی و به پیاز و فلفل لرمه اضافه کن و بهش ادویه‌جات بزن که من نمک، فلفل، زردچوبه، ادویه کاری، پاپریکا، پودر سیر و کمی دارچین زدم. زعفرون دم کردم اضافه کن و یک لیوان آب بریز و بذار 20 دقیقه بپزه و جا بیفته. آخرای پخت زرشک رو اضافه کن و به دلخواه میتونید خلال پسته و بادوم هم اضافه کنید که محشر میشه. من اسم این غذای خوشمزه رو گذاشتم خورشت خلال. امیدوارم که شما هم درست کنید و خوشتون بیاد. نوش جانتون. سابسکرایب یادتون نره.